شالا شما این نشست را پیگیری کردید. میتونید اول درباره جزئیات سخنرانی ها در همین محفل بگویید؟ در ملاقات با گروهی از زنان مغفرت خیدیر و عمدتاً درباره جنایتکاری در میان بانوان تاجیک صحبت کرد و از جمله مادر جوانی را مثال آورد که همین هفته به گفته فتیشان در دوشنبه سر دختری 6 سالش را از تن جدا کرد و رئیس کمیته زنان گفت جنایت به شأن زنان تاجیک همیشه غمخوار و مهربان و صمیمی و صافدل بودن نمی‌زیبد و باید برای جلوگیری از آن تمام جامعه کوشش کند. مغفرت خیدیر و همچنین درباره اوج گرفتن تنفروشی در میان دختران تاجیک صحبت کرد و گفت که اکثریت می‌خواهند در جامعه محافظه‌کاری تاجیک دایر به این موضوع صحبت نشود، اما به قول او وقتی یک مشکل را پنهان می‌دارد بزرگتر می‌شود. یک ماه پیشتر مثلا مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که در یک عملیات در پایتخت 500 تنفروش را بازداشت کردند. شالا واقعا در این نشست درباره اعتقاد زنان به ملاها و فالبیناها نیز گفتند که به قول رئیس کمیته زنان چیزی بسیار بد است. میتونید در این باره نیز جزئیات بیشتر بدهید؟ بله، تا یک از مسئله های صحبت در ملاقات مغفرت خیدیر و با گروهی از زنان فعال همین اعتقاد نوجو به فالبین و ملاها هم بود، چون در تاجیکستان از قدیم این باور وجود دارد که بعضی از زنان برای معالجه بیماری به نزد فالبین و ملا و طبیب مردمی می روند و هرچند معلوم است که چنین معالجه ها بی‌اثرند. خب مسئله مذکور برای آن به این نشست راه یافت که چند پیش در شبکه‌های اجتماعی نوارهای چند زنی نشر شد که روحانیان با آنها دست درازی کردند و یک نوار دیگری هم بود که به اصطلاح طبیب مردمی با راه‌های عجیب و غریب زنی را تبابت می‌کند. رئیس کمیته زنان هم گفت که اعتقاد بیجا به چنین طیبان از کمسوادی زنان است و بیشک می‌تواند سبب از هم پوشیدن خانواده ها هم بشود. بنا به معلومات رسمی حالا در تاجیکستان تنها 28 نفر اجازه دارند به توبت مردمی مشغول شوند، اما یک تفتیش نشان داده است که بیشتر از 80 نفر غیر قانونی به فالبینی مشغول شدند. ولی در باره اصلاح وضع چی گفتند؟ خب در سخنرانی ها در این نشست گفتند که اصلاح وضع پیش از همه به خود زنان وابسته است که برای تغییر دادن زندگیشان سعی کنند. از جمله گفتند که زنان باید عادت قدیمه در سر کوچه و خیابان نشسته غیبت کردن را یک طرف گذارند و بیشتر از پی تحصیل و تربیت شوند. تشویق دختران به تحصیل و نشان دادن بدی خرافات و اعتقاد قدیمه را یک راه دیگری برای اصلاح وضع و بهتر شدن زندگی زنان در تاجیکستان نامیدند و گفتند که زن بودن معنی دستنگر بودن را ندارد و باید به عنوان تاجیک بخصوص آنهایی که در روستاها زندگی میکنند برای آینده خود و فرزندانشان سعی بیشتری بکنند. همکارم شهلای گلخواجه از شهر دوشنبه صحبت میکرد.